شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. خوش آمدید مهمانانی عزیز و نمایشگاه هنرمندان شهر پنجکه. شریف تاجیکستان. کلین سلام میگویم به اعضای حکما. سلام میگویم به اشتراکچیان اندلیب 2025. سلام میگوید به همه مردمان شادمان. ای عروسی نازنین در خانه بخت‌آور شوید، هم برای یار خود از صدق دل دلبر شوید. از لبانت خنده و ذوق و تبسم کم مباد، صاحب ارزنده این خانه و این در شوید. خدایا در جوانی نخل عمرت بهره‌ور گردد، نحال قامتت از باغ دوران با ثمر گردد. هر آنجا که قدم مونی قدمهایت زر و زیور گردد، مگر که دشمنت باشد چخار و دربدر گردد. در ضمیر دلی هر یک ده همینجا بودگی هر چی خواهد بود، خداوند متعال رساند به همون مقصود. خدایا عروس و دومات پوشپر شوند، به دولت شوند، به عزت شوند، فرزندان صالح به دنیا بیارند که صاحب تاجیکستان شده، نامبردار خلق تاجیکستان شوند. آمین و رب العالمین.
این دیار تاجیکستان من است، مادری دلبند و جوان است. در کنارش ناز و جولان میکنیم، خدمتش را از دل و جان میکنیم. سرمه خاکش را به چشمان میکنیم، جان فدای تاجیکستان میکنیم. تاجیکستان نور چشمان من است، هستی من، فخر من، شان من است. السلام علیکم حاضرین گرامی، مهمانان ارجمند. قدم‌های همه شما را به این تالار با شکوهی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جوریف و فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2025 صمیمانه خیرمقدم میگوییم. امروز دسته‌های هوسکاران شهر پنجکند و ناحیه مومن‌آباد در این صحنه هنرنمایی میکنند. پنجکند یکی از شهرهای قدیمی است که با تاریخ 5500 سالش در جهان مشهور است. این شهر در دوران باستانی مرکزی مهم تجارتی در راه ابریشم بود و امروز هم یادگاری‌های باستانی دوره برنجی در آنجا باقی مانده است. 21 اکتبر سال 2025 شهر پنجکند رسما شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنی‌دوزی از جانب شورای جهانی هنرمندی اعتراف گردید که این یک دستاورد مهم در حفظ و رشد میراث غنی فرهنگی تاجیکستان میباشد. ناحیه مومن‌آباد دارای تاریخ و فرهنگ قدیمی است. معمولترین مکان‌ها در ناحیه مومن‌آباد این کوه چهلدختران، قلعه مومن‌آباد، آرامگاه شاه خاموش در دهه لنگر میباشند. بازیافت قلعه قدیمه با عنوان قلعه مومن‌آباد در موضع امروزه کوچه با نام اسماعیل سامانی یکی از موضع‌های قدیمی بودن ناحیه مومن‌آباد را گواه است. هیئت حکمان دور نهایی فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2025 ما را همراهی میکنند. امینزاده عبدالفتاح حکیم، نامزد علم‌های فیلولوژیا، دیرکتور مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات، رئیس حکمان. تقای مراد رازیقوف، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان، پروفسور فاکولته تئاتر بدیعی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده، اعضای حکمان. فیض‌الله کریموف، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان، در سطح کاتدرای کوریوگرافی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده، اعضای حکمان. قربانیان قربان، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، پروفسور کاتدرای سازهای خلقی کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستورف، اعضای حکمان. خرسند مراد ظریفوف، هنرپیشه شایسته تاجیکستان، در سطح کاتدرای سرایندگی خلقی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده، اعضای حکمان. بختیار آدینه‌زاده، نامزد علم‌های تاریخ، پروفسور دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان، اعضای حکمان. فرهاد مقصودزاده، نامزد علم‌های پداگوژی، پروفسور دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده، اعضای حکمان. عبیدالله خوجایورف، کارمند رادیوی فرهنگی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضای حکمان. خرمان مراد زاکیروف، سلیست تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، اعضای حکمان. جانبک ستارزاده، هنرپیشه انسامبل دریا، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضای حکمان. ترسونوف رحمان، سرمتخصص ریاست رشد مؤسسه‌های فرهنگی، خرافتی و هنرهای مردمی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کاتب مسئول. جمعه خان اسماعیلوف، دیرکتور فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2025. خورشیدی تابان آمده، از نو درخشان آمده، با
امری یزدان آمده با نور ایمان آمده با نور ایمان آمده کشان افراشته این پرچمی ناموسی ما زادم که شاهی خوشگوهر با تختی سامان آمده زادم که شاهی خوشگوهر با تختی سامان آمده زادم که شاهی خوشگوهر با تختی سامان آمده ساز و نوا را جور کن غم از دلی خود دور کن آن یوسفی پاکیزه دل از نو به کنعان آمده از نو به کنعان آمده آن یوسفی پاکیزه دل از نو به کنعان آمده از نو به کنعان آمده از حیله نمرود رست از آتش و از دود جست همچون خلیلی پاک دل از گلستان آمده همچون خلیلی پاک دل از گلستان آمده همچون خلیلی پاک دل از گلستان آمده همچون خلیلی پاک دل از گلستان آمده
سغدیان هرگه به کوی دوست مهمان می شدند. دستاویز برای دوست آتش داشتند، یعنی چون آتش فروزان بود در دل مهرشان، یعنی ایمان و دلی بیداه و بیغش داشتند.
زیبا وطنی ما وطن شکوه چون تازه گلان در بری هر انجمن شکوه زیبا وطنی ما وطن شکوه چون تازه گلان در بری هر انجمن شکوه همرنگ گلی لاله و صد برگ نوبهار خندیده و بالیده به باغ چمن شکوه همرنگ گلی لاله و صد برگ نوبهار خندیده و بالیده به باغ چمن شکوه زیبا وطنی ما وطن شکوه زیبا وطنی ما وطن شکوه بر دامن و دشت و دمن و کوه لبی جوی هم سبز و سی برگ و هم یاس و من شکوه بر دامنی دشت و دمن و کوه لبی جوی هم سبز و سی برگ و هم یاس و من شکوه کز ناله چنگونه و تنبور چغانه پیکی خوشی نوروزی به خاکی وطن شکوه کز ناله چنگونه و تنبور چغانه پیکی خوشی نوروزی به خاکی وطن شکوه زیبا وطنی ما وطن شکوه زیبا وطنی ما وطن شکوه رقصیده وطن کرته چکن دختری تاجیک هر نقش وطن در تنی نازک بدن شکوه اطلس وطنی دختری زیبای نوبهار بر حسن وطن عالمی گل پیرهن شکوه گلزار محبتی هدارا میشه به دل در چهره نوروزی وطن جان و تن شکوه گلزار محبتی هدارا میشه به دل در چهره نوروزی وطن جان و تن شکوه زیبا وطنی ما وطن شکوه زیبا وطنی ما وطن شکوه زیبا وطنی ما وطن شکوه تا دمه کی اهریمن آرد به دنیا داغ و درد گرزی رستم رخشی رستم از تو میدانی نبرد جان کارسازان را باید خنجر رو مردانی من در صفی آزاده مردان زنده در صفی آزاده مردان زنده
مهری جانی سارا زنده با وطن با خاک و سنگی کوه سارا زنده جانی ساره مو با مهری جانی سارا زنده با وطن با خاک و سنگی کوه سارا زنده سطرهای آتشینی شاهنامه عمری ماست سطرهای آتشینی شاهنامه عمری ماست با سخنها ای بلندی شعر و دیوان زنده با سخنهای بلندی شعر و دیوان زنده تاجیکستان تاج میخواهد زیننگ و نامی ما با وفا فرزند را خواهم بود ایامی ما ساغری خورشید میباید که باشد جامی ما ساغری خورشید میباید که باشد جامی ما با خاک و سر به اوجی چرخی گردان زنده با خاک و سر به اوجی چرخی گردان زنده تا دمی که مهر میخیزد زی اعضای جهان تا دمی که میشناسد عالمی دل را زمان تا دمی که مهر میخیزد زی اعضای جهان تا دمی که میشناسد عالمی دل را زمان روزگاری ماست تا پیوندی عمری رفتگان روزگاری ماست تا پیوندی عمری رفتگان تا دمی که هست نامی تاجیکستان زنده تا دمی که هست نامی تاجیکستان زنده تا دمی که هست نامی تاجیکستان زنده
زرینه جان زرینه جان زرینه جان روی دو همسایه های خبر کنید بچه گوید که بیویم رغزه مندوسه همتون خسته بیتون گید دوید بر السلام علیکم مادر جان نظم شما درست می سلامتی کتون نظمی رحمت همین بنیتی توی پسرکم یک رغزه مانده گلیم بافم گفتم همین شما خبر کردم پیری کار شما اکو یاردم میکنه دیگه مادر جان مرحمت تشکر مرحمت مبارک شود السلام علیکم بیتون دوباره بیتون مبارک شود رحمت گلیم به خاصیت شود الهی برکت شود به خاصیت شود خوش آمدیتون هم میکتون تشکر خوش آمدیتون دختر خوش آمدیتون کلی دوگانه ها یک سرود خانه تا همین با هوا این سرود یک کارمو پیش رود یک سرود خانه تا من رغزه بافم رغزه می بافم من رغزه بافم رغزه می بافم هنری زیبا باشد اهدافم هنری زیبا باشد اهدافم این هنر باشد برایم میراث این هنر باشد برایم میراث دارم به هنر یک جهان اخلاص دارم به هنر یک جهان اخلاص ای من رغزه بافم رغزه می بافم من رغزه بافم رغزه می بافم هنری زیبا باشد اهدافم هنری زیبا باشد اهدافم بر هنری خود منم دل دادم بر هنری خود منم دل دادم رشته رغزه کنم آبادم رشته رغزه کنم آبادم من رغزه بافم رغزه می بافم من رغزه بافم رغزه می بافم هنری زیبا باشد اهدافم هنری زیبا باشد اهدافم گاه می بافم گل می رنگی گاه می بافم گل می رنگی گاه می بافم چکمن و خورجی گاه می بافم چکمن و خورجی ای من رغزه بافم رغزه می بافم من رغزه بافم رغزه می بافم هنری زیبا باشد اهدافم هنری زیبا باشد اهدافم از هنری خود دارم افتخار از هنری خود دارم افتخار میراثی مادر نمیکنم خواب میراثی مادر نمیکنم خواب من رغزه بافم رغزه می بافم
من رقصه بافم رقصه می بافم من رقصه بافم رقصه می بافم. آفرین آفرین دخترها. انا رقصه ما هم آماده شد. یک گلیم خوشره بافیده. رحمت همتون و تشکر. دخترها بیایتون اکنون یک تا رقص و خرسندی کنیم. رقص و بازی کنیم. مایلش کنه که بله 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 یا گلا یگانه ای من دو گلا دوگانه ای من یا گلا یگانه ای من دو گلا دوگانه ای من یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من دختر کی آرد می بزد دو کاکلش می لرزد دختر کی آرد می بزد دو کاکلش می لرزد دست پانش گم کرده دست و پایش می لرزد دست پانش گم کرده دست و پایش می لرزد یک گل یگانه ای من دو گل دوگانه ای من یک گل یگانه ای من دو گل دوگانه ای من یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من بله ها بله بله سیب و انارم شما یارکی من شما ای بوی بهارم شما یارکی من شما ای کفر ایمانم شما یارکی من شما ای جلاد جانم شما یارکی من شما ای جلاد جانم شما یارکی من شما ای بوی بهارم شما یارکی من شما ای شیرینکم من شما یارکی من شما ای گلی بهارم شما یارکی من شما ای هر بارکی برخیزد گل از سری گریزد هر بارکی برخیزد گل از سری گریزد ای گلش ریخت و خارش ما در سینه غبارش ما گلش ریخت و خارش ما در سینه غبارش ما یک گل یگانه ای من دو گل دوگانه ای من یک گل یگانه ای من دو گل دوگانه ای من یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من یا مرا ببر بخانه یا بیا بخانه ای من من رقصه بافم رقصه می بافم من رقصه بافم رقصه می بافم هنری زیبا باشد اهدافم هنری زیبا باشد اهدافم من رقصه بافم رقصه می بافم من رقصه بافم رقصه می بافم. پزمانم چشماتونه چشمانی زیباتونه پزمانم چشماتونه چشمانی زیباتونه ای دختر باز بینم ای دختر باز بینم خدای رساتونه خدای رساتونه بچمورم براتا مگردم از صدایا بچمورم براتا مگردم از صداتا پیشکی من برای روان پیشی دراتا روان پیشی دراتا دختر شیرین و سازن
دو زلفکاش درازی دختر شیرین و سازی دو زلفکاش درازی هیچ مکانش خماریه کارش همه شنازه چشمکانش خماریه کارش همه شنازه بچه ببین تو نازم مکن دیگر امرازم بچه ببین تو نازم مکن دیگر ارازم با نازکایی نغزم دلتم سوزانم با نازکایی نغزم دلتم سوزانم دختر روخی تو تازه کم کم مکن بنازه دختر روخی تو تازه کم کم مکن بنازه ای با جلوه تاب دادی دو زلفکی درازه با جلوه تاب دادی دو زلفکی درازه ای بچه گل پرستم بیا بگیر زی دستم ای بچه گل پرستم بیا بگیر زی دستم با جلوه های مستمه دلتم سوزانم با جلوه های مستمه دلتم سوزانم خوشکی رسیدیم با هم لاله بیچیدیم با هم خوشکی رسیدیم با هم لاله بیچیدیم با هم در چمنی عاشقی باده چشیدیم 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 با هم بای بابا عجب زیبایی گوشواره و دستمانه تیلا داری تعریفت کنم به همه چی می ارزی در کوچه عاشقان تو ناجایی در کوچه عاشقان تو ناجایی باغبان عجب زیبایی گوشواره و دستمانه تیلا داری تعریفت کنم به همه چی می ارزی در کوچه عاشقان تو ناجایی در کوچه عاشقان تو ناجایی
مرا بر بورا نبر مرا بر مدختری کم بغل ندارم حلقه زر نه ایوانی بلنده نه چارباغی پرمه مرغک های مرجانه کرته های فسانه کرته های فسانه بطا میگمه بچه ای حالم داری خبر دردی دلی من شونم عشقت کنم تاج سر دل بری دلم ببر بیا بیا مرا بر برا نبر مرا بر بیا بیا مرا بر برا نبر مرا بر ای دختری بای بابا گورت هیله باغبان دختری از ته ندارم گیله ای دختری کم بغل یارم باشی شبهایی دراز در کنارم باشی شبهایی دراز در کنارم باشی ای بچه پنجکن یارت میشم شبهای دراز در کنارت میشم ای بچه پنجکن یارت میشم شبهای دراز در کنارت میشم شبهایی دراز در کنارت میشم شبهایی دراز در کنارت میشم Bye.
خانه خراب است تو هم میدانی. نه 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 آوازی ماشین. این ماشین چه آورده باشد؟ همسایه‌مان اکرامکه کو گارنیتور فراورده ایستادم. زنه لبای مرده کنی تو کمتر خواب رو نمیبری. خواب نرفتم، جامعشویی کرده ایستادم، نشنیدم. پایافر را کسافه رست صادقه همی همسایه ما نخواد بازن همی خیلی مناسبت کنن گویا که غلامی داری خانهش باشد. به هر حال خندش زند، یافتگیش و تافتگیش صرفی زندگی میکند. ما چی؟ من و شوهرم 15 سالی رسا میشود که زندگی میکنیم و هیچ نکی یکمون دو شود. برای چی خیل؟ برای آنکه شوهری من بیمیا نااعتبارا سردار یک اداره کاری کنم در تکی پایش ماشین دارد، 1000 کس بیند میشناسدش، لیکن افت و اندام این خانه دید نمیشود. بای وای دیوان و کرسی هاش بینیده. سلام جانه کشیدی چی خیلی؟ نای بری دیده؟ ها دیدم، اما لاقوپچی زیادتی رو میگوی. چه خیلی لاقوپچی زیادتی؟ عقلتون در جایش؟ آوای گارنیتور دوبایسکی همین خیلی ملوی مکن در درونش غوتیده میروی، در هیچ جای یافته نمیتوانی. اکا یک رامت رو یافتم کو؟ آن کس کو یافتم، لیکن شما خواب نه خواهید میابی لیکن نمیخواه. نمیخواهی چون که حالا بوجهتی آیلوی ما به این چیزهای زیادتی نمیرسن. میدونی باید چی کاره؟ میدونم یک من فروش، لیکن سقیچ را از دهان سرمر از چشم کنده میگیرد. معاشش 800-900 سامانی. شما باشد 2,500 تومان معاش میگیرید، باز میگویید که پول ندارم. صرفه‌کاری را از اکرام کاتا یاد گیرید. صرفه‌کاری کاری خوب است جانکم، ولی نه همه به مثل اکرام اکد در هوا نعل زدنی اسب را میداند. توانو در نمان گفتن میتواند قندش بریم می. من تو را عاقله گویم گوش کن، ما کم داریم اما غم نداریم، از کسی قدردار نیستیم، منتی یگان کس را نمیشنویم، شبها آرام میخوابیم. اما اکرامکه تو نه شب خواب دارد نه روز. همین زندگی یک رنگ و فلسفه خانه شما به دل من زده است. پس تو خوشبختی را در بایگری در پولی بسیار میبینی. البته خطا میکنی جانکم، خطا میکنی. برای چی؟ چون که بوجهت آیلوی ما با این چیزهای احمقانه نمیرسد، ولی جانکم همش آیسته نقض میشد. بزرگ نمور بهار می آید. امروز یا پگه دوگانه هایم به خانه امان به میانی می آید. شوهری کرسی نشین داری و افت و اندام این خانت را بینگوید چی جواب می دیم؟ در همه وقت میگفتم منم تو درو نه جانکم، خیز زمین نداره، حالا جوانه. خیز گوش کن، اینجا تو گناهکار نیستی. دوگانه ها بیاین آمدن گیرن مرحمت، رسد نانمان نرسد جانمان. به هر حال عزت مهمان ها را مبجا آورده میتوانیم. حالا برای عزت مهمان ها را بجا آوردن یک دندان داشتن کم است. مهمان این زمانه همین که از دروازه کلان خانه در آمد اول به دسترخوانم نه به چهار طرفی خانه نگاه میکنه. کنی گارنیتور دارد؟ کنی لوستره دارد؟ کنی دسترخوان؟ اینی میگوید
موجود میدونی. از تو خوشبختی را در دولتی زیاد میبینی. یافتی خطا میکنی جانتم. گوش کن، در دوام زندگی ما یکم مراتبه من تو را سخنی بده گفتم. نه، یکم مراتبه عشق من گرسنه تنت به لباس مان. نه، همچون شوهر وفادار با تو صادق بودم. بگو از روی وجدان کدام کردار و رفتار من با تو معقول نیست. پس خاموشی. پس این خوشبختی نبوده چی بود؟ تو خیال میکنی اکرام اکد با زنش خوشبخت است؟ در خانه اونها صلح و صلاح هست؟ نیست. انا برای چی؟ همه انگشتر و دیوانی زور مانده. یک سال خم گرفت و در بالای دیوان خودم را پرتافتم. کیفش ترن بودم سایه جان. جمر این را من کشم و تو کلتگی میکنی گفتم. چونان همسایه جان شب الله اتی در رمزد تگی دیوان در آمدم. تگی دیوان گفتم ای نایسا برای چی منو بزنی؟ حالا گردانی میکنی؟ گفتم سایه جان چونان کاسه مربا رو گرفتم هوادار. اگر سرم را تگی دیوان نمیگفتم به خدا بینی رویم رو گرفتم میگم کاسه مربا. آزی جاست آواز شوهرم آمدم. نه ترسید ما همینجا. آمستان تو دی وانا من را کی برد خانه. آمستان تو دی وانا من را کی برد خانه. انا تو در کجا بوده ای؟ پشت و پناهش را یافته. گنه مرد بخونه. من نمیدونم. یکم کی؟ شما کی؟ دویومین که اکرامک به خانه کسی بیگانه به پشت نمی درآیند. سیومین کی؟ سیوم بوده سالی. بستنی مردم خجلی نکن. سنی من خواهم میزنم. خواهم این بالای دست برداشته میگردم. فهمیدی می؟ گنه رفته. من نمیروم. شد هم نمیروم. همون دیوانم از سرت آمدم گرمیتورت آمد. سیر شدم رئیس چه؟ تو حالی با صابون من جمشوی نکرده ای. اولی کی بودنی من رو نمی کنی؟ من با تو نشان میدیم. فهمیدی؟ رفتی. کدام ینگا همه ینگا رو بستاده. گشت که اگر نروی توی از قلبم اودهی کرده همین گولیجیانه سخرانی میکنم. فهمیدی؟ رفتیم. من رفتم دوری وانا نخواه چی برم؟ شما حالی فستیبان دندانشتگی کن. توب ینگا لبای همسایه شما خوشبختید. مسخره میکنید همسایه جان؟ نه، من شما رو مسخره نمی کنم. با عقیده بعضی ها پول ثروت به انسان خوشبختی می آورده است. گر انمی بایگری شود. کاش که در خانه هم خصم بود و انسان بر این زندگی میکردن. مرده من بخشی. من خطا کردم. همسایه جان یک پیرو چای خوریم
خانه در آمده حالا کشیده میگه با جان بسیار هزار دادی بوی چوی مولیا آید یاد یاری میهربان آید ریگی آمو با درشتی راهی او زیری پایم پرنیان آید همی سرودی رو دکی شد زیده یکنون رسیده اوج فیردوسی بگردون برای حافظ و سعدی شعرا نموده تاجیکان آغوش خود با صدا آید هنوز از آب جیهون کی شعری را دکیم کردم افتون اب سینا نمیدانیست که جز غم کی تا گوید علاجی در دی آدم
شوقی پنجکندی صنعت داره چون رودکی پیری با ظرافت داره پشوای معظم و همه بحر شما دنیا مهر و محبت داره پشوای معظم و همه بحر شما دنیا مهر و محبت داره پنجه کتی باستانی بزمه دارد در صحنه بزمی ملی عزمه دارد پنجه کتی باستانی بزمه دارد در صحنه بزمی ملی عزمه دارد پیوشت جردکی بلای گنجش سرچشمه تاریخ و سرزمه دارد پیوشت جردکی بلای گنجش سرچشمه تاریخ و سرزمه دارد شکرانه از آن که خلق و دولت داره علت نرسد به ما که ملت داره شکرانه از آن که خلق و دولت داره علت نرسد به ما که ملت داره در عهد فضا مثال نامی تاجی یک پرچمی رنگ و صلح و وعده داره در عهد فضا مثال نامی تاجی یک پرچمی رنگ و صلح و وعده داره داریم مهر و محبت داره داریم صلح و وعده داره سلام ملتی آواز دارم سلام مردمی بادم گوهارم سلام زادگانی نسل ساما سلام فرزادگانی دیارم سلام زادگانی نسل ساما سلام فرزادگانی دیارم مبارک جشن استقلال تاجیک شکری وحدت و اقبال تاجیک مبارک جشن استقلال تاجیک شکری وحدت و اقبال تاجیک برافشان پرچم اقبال ملت برافشان تاج استقلال ملت نشانش و ستون دولتی خشت سرودش رمزی استقلال ملت مبارک جشن استقلال تاجیک شکری وحدت و اقبال تاجیک مبارک جشن استقلال تاجیک شکری وحدت و اقبال تاجیک شکری وحدت و اقبال تاجیک مبارک جشن استقلال تاجیک کشوری همچون چمن داره ما افتخار از این وطن داره ما کشوری همچون چمن داره ما افتخار از این وطن داره ما تاجیکستان مادری ما جانی ما میری ما در جان و تن داره ما تاجیکستان مادری ما جانی ما میری ما در جان و تن داره سرای مصفایی دوستی از وفاداری سخن داره ما به سرای مصفایی دوستی از وفاداری سخن داره ما وقتی ما را نور بشه هموطن از محبت انجمن داره ما وقتی ما را نور بشه هموطن از محبت انجمن داره ما از محبت انجمن داره ما
جوانان تاجیکستانیم ما جوانان تاجیکستانیم ما جوانان تاجیکستانیم ما جوانان تاجیکستانیم نسل ما وارثی نیا باشد جدی ما قومی کیمیا باشد نسل ما جانیزی نیا باشد جدی ما قومی کیمیا باشد میلی ما جانی بیزیا باشد دانشندوی شعر و دیوانه ما جوانان تاجیکستانیم 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 به همین ترتیب شهری پنجکنتی بوستون
109 از 10 2 خول. ناحیه مومن‌آباد 109 از 10 7 خول. ҳайат якамо ба хулоса омаданд ки ба заҳмати ҳар ду даста холҳои иловагӣ диҳанд. ба ҳар ду даста 111 холӣ. муборак бошад ба ҳар ду даста.